چی میخواهی؟ یک ماه باز قوش قوقت آویزم. گوش کن داده، جونم به لبم اومده رسید، دیگر تاب و طاقت ندارم. آخر تو از آدم و آدمگری ذره خبر داری؟ روشن‌تر گپ زن. شف نگفته شفتالو گوی ما برآمده روم. مرا فرزندانم کلان شدم، این حولی و منو تو تنگی میکنه. مهمونی یک روز بود، 2 روز بود، آخر 10 سال شد تو در گردن من باری، استخوان در گلویم. احسن. انا تو چی میخواسته ای؟ آفرین. من به هیچ کجا نمیروم. نصف پول این خانه رو پدرم داده بودم. درست، آخر سایرم فرزندی پدرم. وای برای تو بگونه نیست کو فرزندانی من باشم. برای تو جان، آخر تو از آدم و آدمگری، ایمان و انصاف خبر داری یا نه؟ تو هم به نزد فرزندانت به دهرم جوره؟ آهسته. پدرم نفهمم. من مهمون نیستم. من همش را شنیدم. گوش کن پسرم، تو به این حوله و خانه هیچ حقوقی معنوی نداری. امک صبر کن سمر جان. تو به نزد فرزندهایت چون دوست در یک ماه 1 مراتب شبانه می آیی و روزانه غیب می زنی. تا بکی؟ پدر. خاموش. در دهه خانه 2 آشیانه حولی کلان داری. فقط غمی خودت را میخوری. غمی فرزندهایت را کی میخورد؟ من و مادرت. ما شما برادرها را کلان کردیم، به وایه رسانیدیم. اکنون باید شمایان خدمتی ما را کنید. میفهمی؟ در مسئله خانه و حولی تو حق نیستی. 15 سال باز من انتظارم که خودت میفهمی، عقلت میرسد، لیکن صد افسوس. پدر آخر من هم. گپی من یک تا. خودی پگاه چیز و چارت را میگیری و به دهه، به خانه، به نزد فرزندهایت برمیگردی. من فرزندهای تو را تربیه نمی کنم. پدر و مادر باید فرزندهای خودش تربیه کند. پدر آخر کارم چی میشود؟ نصف مردم دهه در شهر کار میکنند، سحر میروند، بگاهی برمیگردند. تو هم همین کار را میکنی. گوش کن، سیرم چون تو فرزندی من است، من خانه و حولی را به وی و فرزندهایش بخشیدم. فهمیدی؟ تشکر امک جان. سمر جان، تو هم به من چون پسر هستی. من از شما منت دارم. یک مورد در خدمت شما. خودت فکر کن، کدام پدر و مادر خاری فرزندش را میخواهد؟ سرم رو از کارت دیر نکن. خواستی دلی تو شد.